درباره صدقات صحبت میکنیم. شما ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که من تصدق بصدقه من کسب طیب، کسی صدقه میکنه در این ماه و اون از کسب حلال است، اخذه الله بیمینه، الله تعالی این صدقه که از کسب حلال در این ماه داده شد، الله تعالی این را به دست راستش میگیرد، یربیها، این را تربیت میکند، برای این صدقه کن، تربیت میکند خداوند، حتی یأتی یوم القیامت هی کجبل الاحد، حتی روز قیامت این شخص صدقه کن می آید، اون صدقه ای که کرده بود در این ماه مبارک رمضان، اون را الله تعالی تربیت کرده است، اون را در روز قیامت مثل کوه احد دریافت میکند، مثل کوه احد میشود یک صدقه از کسب حلال در این ماه مبارک رمضان.